با اشتراک عالمان و متخصصان از دانشگاه کوهی تکنولوژی پکین در دانشکده کوهی متالورژی تاجیکستان سیمپوزیوم اوید به برنامه‌های دولتی تحقیقاتی و همکاری‌های بین‌الحکومتی در ساحه علم و تکنیک و اینواسیون دایر گردید. عالمان کافدرای فن‌های طبیعی علمی دانشکده کوهی متالورژی تاجیکستان در همکاری با عالمان دانشگاه کوهی تکنولوژی چین لایحه مشترک را تحت عنوان تکنولوژی‌های پیشقدم پرثمر و از جهت اکولوژی تازه بویگردانی و متالورژی ذخیره‌های معدنی دشوارکارکرد طلا و سرمه را تهیه نمودند. پروفسور آن یو ابراز داشت که لایحه مذکور و چاره‌بینی امروزه نه تنها منبر مهم مبادله تجربه علمی و نوآوری‌ها میباشد، بلکه قدم دیگر در تحکیم رابطه‌های دوستی و همکاری‌های متقابلا سودمند میان عالمان و مؤسسات تحصیلاتی عالی دو کشور بوده میتواند. نامبرده ابراز داشت که برای تیار نمودن مهندسان ساحه کوهکاری، تهیه تکنولوژی‌های سبز و اینواسیونی کارکرد معدن‌ها و جاری نمودن دستاوردهای معاصر علمی در استحصالات در دانشکده کوهی متالورژی تاجیکستان در اساس همکاری متقابل سودمند با دانشگاه کوهی تکنولوژی چین ضرورت تأسیس‌دهی کالج تیارکنی عمیق مهندسی به میان آمده است. کالج تیارکنی عمیق مهندسی در ساحه تکنولوژی کوهی سبز و ذهنی در یک جایگی با ابتکار دانشگاه کوهی و تکنولوژی چین و دانشکده کوهی متالورژی تاجیکستان تأسیس داده می شود. این کالج به تیارکنی مهندسی و تکنیکی دقت جدی داده همکاری های عمیق بین کارخانه ها و دانشگاه های تاجیکستان و چین در سمت همکاری های پژوهش های علمی و رشد استعدادها تقویت می دهد. کالج عهدهدار است که مشکلات را در رشد ثمرناک کارکرد معدن‌ها، استخراج سبز و عاقلانه و تیارکنی مهندسان برجسته با دورنمای جهانی حل کند. رکتور دانشکده کوهی متالورژی تاجیکستان اوید به ضرورت همکاری‌های علمی در سمت کوهکاری و استحصال محصولات نهایی از کارکرد معدن و کنسنترات‌ها ابراز عقیده نمود. تاکید گردید که تاجیکستان از روی ذخیره‌های تصدیق شده سرمه در جهان در جای سوم و در بین کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل جای اول را اشغال می‌کند. همینطور میان دانشگاه کوهی و تکنولوژی چین و دانشکده کوهی متالورژی تاجیکستان سازشنامه درباره تأسیس کالج تیارکنی عمیق مهندسی در ساحه تکنولوژی‌های کوهی سبز و ذهنی به تصویب رسید.